چه عجب بالاخره اومدی؟ ساعت 10 شبه. خستم، ببخش که تنهات گذاشتم. حرف زدم که باید پیدات بشه، برای همین فکر کردم که شام درست کنم. از موسیقی کلاسیک خوشت میاد؟ آره، ولی نه وقتی خستم. خب خاموشش میکنم. ببینم چی داری میپذیری. یه غذای عجیب و غریب خودم اختراعش کردم، بهش میگم 5 قاره. قیافش که خیلی چنگی به دل نمیزنه. به خاطر وجوه بین المللیشه. خیلی خوشگل به نظر نمیاد ولی مزهش حرف نداره. تا چند دقیقه دیگه آماده است. حالا چی هست؟ 5 قاره، ترکیب 5 تا غذا از 5 تا قاره. چی؟ سویشی ژاپنی از آسیا، یه غذای گیاهی فرانسه، لوبیای مکزیکی، مغز صدف‌های ایتالیایی و میوه‌های آمریکایی. حالا لازم بود هر 5 تا قاره رو با هم به یه جا بخوریم؟ برای یه کارآگاه خصوصی که خیلی لازمه. خب نمیخوای بگی چه خبر بود؟ نکنه جزو اسراره ها؟ واقعا نمیتونم بگم چه خبر بود، چون هنوز خودم هم سر در نیاوردم. یعنی از ساعت 10 صبح تا ساعت 10 شب داشتی با موکلت حرف میزدی؟ نه، 2-3 ساعت بیشتر اونجا نبودم. بقیه‌شو داشتم قدم میزدم و فکر میکردم. ببین تا از فضولی نمردم تعریف کن وگرنه از شام خبری نیست. خیلی خوب. اون کسی که به من، یعنی در واقع به پل آستر زنگ میزد، یه زن 30 و چند ساله بود که احساس میکرد شوهرش در خطره. ماجرام از این قراره که شوهر اون خانم پیتر استیلمن یه موجود بدبخته که وقتی بچه بوده از 2 سالگی حدود 9 سال توی جای تاریک حبس شده و با اجتماع تماس نداشته. پدرش به خاطر عقایدش و یا شاید برای آزمایش بچه‌شو اونجا حبس کرده بوده. چی شد؟ 9 سال دستمو سوزوندم. بیچاره. آره، بعد از 9 سال از اونجا خلاص میشه و میره به یه بیمارستان روانی. بعدش هم دکتری که مسئول گفتار درمانیش بوده باش ازدواج میکنه تا شاید بتونه اونو به اجتماع برگردونه. وحشتناک بود سامرست. طرف نمیتونست درست حرف بزنه. یعنی هنوز درمان نشده؟ چرا؟ حرف میزد اما اصلا طبیعی نیست. من باش حرف زدم، یعنی در واقع اون نیم ساعت برام نطق کرد. هیچ کدوم از جمله‌هاش معنی نداشت. بلد نیست جمله بسازه، بلد نیست از کلمه ها استفاده کنه. خب حالا تو باید چی کار کنی؟ باید باش تمرین جمله سازی کنی؟ نه، پدرش بعد از سالها از زندان آزاد میشه و اونا میخوان یه کارآگاه مواظب پدره باشه. چون پدر از تو زندان برای پسرش نامه نوشته و گفته تو روح شیطانی داری و باید مجازات بشی. زنش فکر میکنه پدره میخواد برگرده تا پسرشو مجازات کنه. نمکش کمه. خب چرا به پلیس مراجعه نمیکنه؟ چون پلیس مال وقتی که جرم واقع شده، نه وقتی که احتمال وقوع جرم وجود داره. خوبه. یه روزه کلی برای خودت کاراگاه شدی. تازه کجاشو دیدی؟ به عنوان پیش پرداخت یه چک $1000 هم دادن، البته به اسم پل آستر. یکی رو بد آوردی، نمیتونی نقدش کنی. چرا چیه؟ مجبورم مجانی کار کنم. پس با این حساب تو باید مواظب پدره باشی که یه وقت نره دخل پسرشو بیاره. آره، ممکنه بخواد برگرده و پروژه ناتمامشو تموم کنه. حالا این پدره چه کاره هست؟ دکترای فلسفه از دانشگاه آکسفورد، استاد فلسفه دانشگاه کلمبیا. پس یارو یه دفعه زده به سرش و بچه بدبختش رو تو اتاق حبس کرد. آره، ولی مسئله اینه که طرف به خاطر عقایدش این کارو کرده. حالا میخوای چیکار کنی؟ نمیدونم. لعنت به تو سامرست، تو این ماجرا رو انداختی گردنم. الان بی خودی احساس مسئولیت میکنم. مگه بعد یه کم هیجان وارد زندگی کنی؟ هیجان چیه؟ پای جون 2 تا آدم در میونه.
من تا حالا هیچ وقت هیچ کس رو تعقیب نکردم. حتی یه اسلحه هم برای موارد خطرناک ندارم. حتی تیراندازی هم بلد نیستم. مطمئن باش این قضیه اونقدرام جدی نیست که به اسلحه و تیراندازی احتیاج باشه. نشستی سر جاتو من انداختی تو هچل. واقعا چه؟ گفتم که تو اگه خودت نمیخواستی امکان نداشتی این کارو قبول کنی. ولی تو تشویقم کردی. من وظیفه دوستانم رو انجام دادم. پس حالا باید وظیفه دوستانت رو تکمیل کنی. خب مثلا چیکار کنم؟ ببین ساموست، من تنهایی از پس این ماجرا بر نمیام. اصلا فکرشو نکن. تو هم باید کمکم کنی. من این کار نیستم. تو کاراگاهی. تو همون قدری تو این کارا واردی که من. چون منم این کاره نیستم. باید کمکم کنی. باشه؟ ببین من ترجیح میدم به آشپزیم ادامه بدم. لعنت به تو، خیلی بدجنسی. خیلی خوب، جوش نزن. هر کاری بتونم برات میکنم. خوبه؟ آره. طرف پس فردا با قطار میاد نیویورک. یعنی فقط فردا رو وقت داریم که در موردش تحقیق کنیم. مثلا در مورد چی تحقیق کنیم؟ باید سر در بیاریم برای چی این بلا رو سر پسرش آورده. عقیدش چیه؟ اینجوری میشه حد زد نتیجهش چیه. چجوری میخوای این اطلاعات رو پیدا کنیم؟ پیتر استیلمن یک کتاب نوشته. بعد اون کتاب رو پیدا کنیم. در ضمن میخوام با یه متخصص روانکاو در مورد این مسئله حرف بزنم. خب فکر بدی نیست. خب فکر کنم تا 5 دقیقه دیگه 5 قاره خوشمزمونم آماده است. نیم ساعت پیشم گفتی 5 دقیقه دیگه آماده است. میخواستم اشتراط تحریک کنم. راستی امروز از پستی یه نامه واسط آورد. نامه؟ چی بود؟ من چه میدونم، اونجا از روی یخچال. چرا به صندوق پستیم نفرستادش؟ چه؟ تو قرعه کشی برنده شدی؟ خدای من، این دیگه از کجا پیدا شد؟ چی شده؟ حالت خوبه؟ آره خوبم. رنگت پریده مرد. اونجا چی نوشته؟ نوشته همسرم چند وقته که مفقود شده. برای همین باید برم پزشکی قانونی چند تا جسد رو ببینم تا هویتشون رو تعیین کنم. فقط همین؟ لعنتی، من داشتم همه چی رو فراموش میکردم. یعنی چه بلایی سر جنت اومده؟ اینقدر سخت نگیر، به هر حال اتفاقیه که افتاده. ولی این کار از من ساخته نیست سامر. نمیتونم جسدش رو ببینم. مجبوری، چون تو شوهرش بودی. لعنتی، دیگه تحمل ندارم. آروم باش. شاید اصلا اشتباه کرده باشن. فردا همه چی معلوم میشه. میرم بیرون. کجا؟ غذا داره آماده میشه. نمیتونم نفس بکشم، باید هوا بخورم. ببخش سامرست. خیلی خوب، هر جور که راحتی. شامتو برات نگه میدارم. خیلی اشتها ندارم. فعلا. نمونه‌ای که شما میگین آقای کوین مسئله تازه نیست. این مورد در گذشته هم چند بار اتفاق افتاده. البته در قرن 20 تقریبا 20 سابقه بوده که یه بچه بدون از اجتماع بزرگ بشه و بعد بخواد وارد اجتماع بشه. ببینید خانم گراهام، این که ازتون وقت گرفتم تا با هم صحبت کنیم به خاطر یه مسئله کاملا حیاتیه که متاسفانه نمیتونم جزئیاتشو براتون بگم. ولی همینقدر میتونم بگم که من به خاطر مسئله‌ای با یه همچین آدمی آشنا شدم. کسی که از 2 سالگی تا 11-12 سالگی توی اتاق تاریک زندانی بوده. خب این آقا یا خانم الان چند سالشه؟ 27 سال فکر میکنم. و برای چی 9 سال توی این اتاق زندانی بوده؟ راستش پدرش این بلا رو سرش آورده. وحشتناکه. دقیقاً. هدف منم کمک کردن به اون شخصه. میخوام بدونم نمونه‌های قبلی که شما گفتین چه بلایی سرشون اومده. خب اگه بخوام دقیق بهتون بگم اولین مورد به حدود 7 قرن قبل از میلاد مسیح. فرعون مصر 2 تا نوزاد رو زندانی میکنه تا ببینه اگر کسی زبان مادریشو از جامعه یاد نگیره ممکنه به طور غریزی بهش دست پیدا کنه یا نه. بعد از اونم فردریک دوم امپراتور روم یه همچین آزمایشی میکنه. اون بچه ها بعد از 2 سال میمیرن. بعد از اونم اگه اشتباه نکنم جیمز 4 پادشاه اسکاتلند اعلام میکنه که 2 تا بچه رو در انزوای مطلق بزرگ کرده و اونا میتونن به زبان عبری فصیح صحبت کنن. واقعا میتونستن؟ شکی نیست که جیمز 4 داشته دروغ میگفته.
چون الان میدونیم که زبان یک پدیده اجتماعی و هیچ کس به طور غریزی در خودش زبان مادریشو نداره. ولی ممکنه اون بچه برای ارتباط برقرار کردن زبان خاص خودشو اختراع کنه. مطمئنا با استفاده از اصوات قراردادهایی برای خودش وضع میکنه، اما به این اصوات نمیشه گفت زبان، چون زبان یعنی اون چیزی که ما باش حرف میزنیم یه قرارداد اجتماعیه و وقتی کسی معنی اصوات ما رو نفهمه خب نمیتونیم باش ارتباط برقرار کنیم. پس هیچ راه حلی برای درمان یه همچین آدمی نیست، درسته؟ نمیشه به طور قطع گفت هیچ راه حلی نیست، چون خب دانش بشر محدوده. بله. شاید ما هنوز نتونستیم راه حلش رو پیدا کنیم. در مواردی که هنوز علم پاسخی براش پیدا نکرده، تنها پاسخ معتبر مراجعه به تاریخ و آماره. در این مورد خاصم آمار کاملا منفیه. یعنی هیچ کدوم از مواردی که ما ازش اطلاع داریم نتونستن مثل آدمای طبیعی زندگی کنه. به نظر شما تو ذهن همچین آدمی چی میگذره؟ هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که میدونه تو ذهن کسی چی میگذره، اما میتونم بهتون بگم کسی که دوران کودکیشو تو شرایط سخت شکنجه سپری کرده هیچ وقت اون دوران رو فراموش نمیکنه. قطعا همیشه اون خاطرات توی ذهنش میمونه و شاید همین دلیل ناتوانیش برای ارتباط سالم با جامعه باشه. معمای عجیبیه. به نظر من هیچ معمایی وجود نداره آقای کوین. مسئله اصلی بیماری جامعه است. جامعه‌ای که افراد بیمار رو پرورش میده و اونا با رفتارهای خطرناکشون به بچه‌هاشون یعنی به نسل آینده لطمه میزنن. حالا این یه نمونه به خاطر اینکه خیلی خاص بوده به چشم اومده. اما رفتارهای غلط ما با بچه‌هامون تو مقیاس کوچکتر همین تاثیر رو اونا میذاره. اونا رو عقده‌ای و ضعیف بار میاره. فقط به خاطر اینکه ما پدر مادران نمیدونیم چطور باید با بچه‌هامون رفتار کنیم. اونا رو تنبیه میکنیم یا بعضی وقتا طردشون میکنیم بدون اینکه خبر داشته باشیم داریم با آینده یک انسان بازی میکنیم. اینا جنایت‌های کوچیکی که هر کسی تو زندگیش مرتکب میشه بدون اینکه حتی فکرش هم بکنه که یک جنایتکاره. بیا تو. عصر بخیر. این نامه به نشانی من اومده. بیارش ببینم. میخوام مطمئن بشم که مربوط به منه. مگه به آدرس تو نیومده؟ چرا؟ ولی شاید اشتباهی شده، مثل تلفن‌ها که گاهی اشتباهی میفته. به هر حال چون به آدرس تو اومده پس مال توه. همسرت بوده؟ ها؟ کی؟ همونی که مفقود شده. همسرم 7 ساله که ترکم کرده. من ازش خبری ندارم. پس باید شناساییش کنی. ولی آخه شما از کجا حدس میزنین که ممکنه خودش باشه؟ کسی که گم شده دو حالت بیشتر نداره. یا مرده که تا وقتی جسدش پیدا نشه باید دنبالش گشت، یا اینکه خودشو گم و گور کرده که تا وقتی خودش فاش نکنه که کجاست و چرا گم و گور شده بازم باید دنبال جسدش گشت. با من بیا. صبر کنید. من نمیتونم. نه ترس، اونقدر هم کار سختی نیست. ببینید مسئله من ترس یا این چیزا نیست. من و همسرم 7 ساله که از هم خبر نداریم. توی این مدت من تمام تلاشمو کردم تا هر چی که مربوط به اون بوده فراموش کنم. برام خیلی سخت بود اما موفق شدم. اون دیگه برای من وجود نداره. اگه دوباره ببینمش، حتی جسدشو، دوباره باید چند سال از زندگیمو حروم کنم تا بتونم ازش فاصله بگیرم. اون خیلی وقته که برای من مرده. خوبه، اگه برای شما مرده پس باید جسدش رو هم پیدا کنید. اینطور قضیه کاملا قطعی میشه. نه، من نمیخوام این کارو بکنم. ازتون خواهش میکنم. که چی؟ اگه شما مسئول این کار هستین یه گزارش یا چه میدونم هر چیز دیگه بنویسید که اون جسد خودش بوده. منم امضاش میکنم. نمیشه آقا، نمیشه. فکر کردین اینجا کجاست؟ نمیخوام بگم من آدم اهل قانونی هستم، نه، اما این کار واقعا جنایته. فرض کنید اون جسد مربوط به همسر شما نباشه. وقتی ما بگیم که جسد شناسایی شده یعنی از نظر قانونی اون فرد کی؟ مرده، در حالی که واقعا ممکنه کی؟ زنده باشه.
وقتی یه نفر از نظر قانونی مرده باشه دیگه زنده بودنش از نظر فیزیکی چی خیلی اهمیتی نداره. ولی همسر من که واقعا مفقود شده. درسته، ولی ممکنه دوباره سر و کلش پیدا بشه. اون وقت چی کار میکنید؟ ولی من نمیخوام جسدشو شناسایی کنم. نگران نباش، جسد را اونقدر هم ترسناک نیستن. دنبال من بیا. من گفتم بیا. شمارش B259 B259. آها اینجاست. بیا جلو، بیا همینه. خدای من تحملش رو ندارم. نترس. اینم از این. چرا چشاتو بستی؟ نگاش کن. مرده؟ هیچ زنده تو یخچال نمیخوابه. خودشه؟ لعنتی. نه، خیلی شبیه جنته، ولی اون نیست. از کجا اینقدر مطمئنی؟ به هر حال اون زنم بوده، میشناسمش. چهرش خیلی شبیه اونه، ولی خودش نیست. دستم اومه. فعلا خلاصی. چرا فعلا؟ اینجا رو امضا کن. یعنی تموم شد؟ گفتم که فعلا آره. تا دفعه بعد که یه نفر شبیه به اون پیدا بشه و برای شناسایی به احتیاج باشه خلاصی. یعنی میگی من تا وقتی که جسد جنت پیدا بشه باید بیام اینجا؟ و اگه تا 10 سال دیگه پیدا نشه چی؟ معنیش اینه که آدم بدشانسی هستی. خدای من، چجوری میشه از شرش خلاص شد؟ تا وقتی زنده یا جسد همسرت پیدا نشده هیچ جوری. به هر حال اون زنت بوده مگه نه؟ کم کم به اینجا اومدن چی؟ عادت میکنی رفیق. زیاد نگران نباش. عجب طوفانی شده. فکر کنم امشبم نمیتونیم برای شام جایی بریم. بهتر از این نمیشه. میتونیم مثل قدیما شطرنج بازی کنیم و حرف بزنیم، بعدش هم بقیه غذای 5 قاره رو میخوریم. خیلی نگرانم سامست، همه چی داره به هم گره میخوره. به نظر من شطرنج همه چی رو حل میکنه. باید مغزمون رو ورزش بدیم. سیاه یا سفید؟ مثل همیشه سیاه. باشه. راستی پزشک قانونی رفتی؟ ترجیح میدم در موردش حرف نزنم. چرا؟ چون حالمو بد میکنه. فقط همینو بدون که اون جسد جنت نبود. منم تا وقتی که جسدش پیدا نشده مجبورم برم پزشک قانونی و جسد رو شناسایی کنم. ولی در موردش حرف نزن سامرست. نمیخوامش فکر کنم. بازی کن. باشه. خب اینم از سرباز سفید. هنوزم به این کلک‌های قدیمی اعتقاد داری؟ بازی تو بکن. تو امروز چی کار کردی؟ واقعا میخوای بدونی چی کار کردن؟ همش به تو لعنت فرستادم. لعنت به تو. تمام روز تو کتابخونه مرکزی نیویورک داشتم کتاب مسخره جناب پیتر استیلمن رو میخوندم. تو معرکه‌ای پیداش کردی؟ کار سختی نبود. یه کتاب 500-600 صفحه‌ای بود به اسم باغ و برج. یعنی چی؟ یه رساله پیچیده و سنگین بود در 2 قسمت. اول در مورد بهشت، بعدش هم در مورد برج بابل. خب این چه ربطی به ماجرا داره؟ طرف واقعا دیوونه است. یه آدم مالی خولیایی که از بس کتاب خونده زده به سرش. بخش اول کتاب کلا چیزی که به درد ما بخوره نداره. در مورد کشف آمریکاست و اینکه کریستوف کلمب و دار و دستش اشتباهی فکر میکردن اومدن وسط بهشت. بازی تو بکن. بخش دوم چی؟ تو بخش دوم یه چیزایی که بشه به این ماجرا ربطش داد وجود داشت. کلا در مورد برج بابل و اسطوره بابل تو کتاب مقدس بود و آقای استیلمن فیلسوف تقریبا تمام تحلیل هایی رو که در مورد برج بابل اومده تو کتابش جمع کرده بود.
بعد در مورد ساخته شدن برج بابل صحبت کرده که اونا هم خودت بهتر از من میدونی. همون ماجرایی که آدما به خاطر زیاده خواهی مجازات میشن و زبون همدیگر رو نمیفهمن؟ بله. این بخشم البته مسئله قابل توجهی نداره، اما وسطای کتاب یهو داستان زندگی یه فیلسوفی به اسم هنری دارک مطرح میشه که این بابا در واقع در سال 1649 به دنیا میاد، تو سال 1675 به آمریکا میاد، تو شهر بوستون ساکن میشه و در سال 1691 هم توی یک آتش سوزی میمیره. بوستون؟ همون شهر اجدادی استیلمن هست؟ درسته. استیلمن کلی استدلال سرهم میکنه و درباره یکی از نوشته های هنری دارک به اسم بابل جدید حرف میزنه. تو بازی کردی؟ آره، این از سربازت. ظاهرا هنری دارک اعتقاد داشته واقعی ساختن برج بابل تحت تاثیر تسلسل زمانی بود و پیشگویی کرده که مهاجرین در شرق بهشت دوباره برج بابل رو میسازن. شرق بهشت؟ بله. بابل قدیم تو بین النهرین بوده. پس اگر اونجا مبدأ باشه و اگر کریستوف کلمب اعتقاد داشته که بهشت رو کشف کرده، پس اینجا کجاست؟ همونجاست. بازی تو بکن. علاوه بر این که 340 سال بعد از کشف بهشت مهاجرین دوباره بابل جدید رو میسازن. مردک دیوانه بوده. حتما، چون 340 سالی که استیلمن بهش اعتقاد داشته میشه سال 1960. چی؟ 1960 مگه چیه؟ خدای من، 1960 همون سالیه که استیلمن همه چی رو ول میکنه و پسرشو تو اتاق زندانی میکنه. پس با این حساب آقای استیلمن تحت تأثیر هنری دارک میخواسته خودش رو برای ساختن بابل جدید آماده کنه. درسته، و برای همین پسرشو زندانی کرده تا هیچ زبونی رو یاد نگیره، چون اگه زبون خاصی بلد باشه در مقابل تفرقه، یعنی همون چیزی که برج بابل قدیم رو خراب کرد، آسیب پذیر میشه. لعنتی، من که مخم سود کشید. پس با این حساب طرف کمی حساب و کتاب برای خودش داشته. این یعنی دردسر سامرست. اون آدم درسته که از نظر ما دیوانه به نظر میرسه، اما همین کتابی که نوشته نشون میده خیلی باهوشه. زیر نظر گرفتن یه همچین آدمی واقعا سخته، ولی غیر ممکن نیست. فقط باید حواسمون جمع باشه. فردا بعد از ظهر، فردا همه چیز معلوم میشه. باید قبل از رفتن به ایستگاه قطار همه چیزو برنامه‌ریزی کنیم. یعنی ممکنه از دستمون در بره؟ اگه از دستمون در بره مطمئناً میره سراغ پسرش. نگران نباش کاراگاه، خونسردی راز موفقیته. بازی تو بکن. چیه چرا میخندی؟ کیش و مات. چجوری؟ صبر کن ببینم. فقط برای اینکه ثابت کنم از پیتر استیلمن پیر باهوش‌ترم. ای کلک. پس یه دست دیگه بازی میکنیم تا منم بهت ثابت کنم که از هر دو تو باهوش‌ترم. تو دشمن چین.